یه تئوری یادم اومد با عنوان تئوری پنجره‌های شکسته که اینجا الان بیراه نیست راجبش گفتگو بکنم. تئوری پنجره شکسته میگه که اگر پنجره یه خونه‌ای توی محله‌ای توی کوچه‌ای یه پنجره شکسته باشه و اگر کسی تو اون خونه نباشه یا کسی تو اون خونه باشه و اقدام نکنه به درست کردن اون پنجره، بعد مدتی رهگذرها وسوسه میشن که اونها بزنن یکی دو تا شیشه رو بشکنن. یه جور تست کردنه. و حتی ممکنه اگر کسی تو اون خونه نباشه بعد مدتی تعداد شیشه های شکسته بیشتر بشه، ممکنه حتی یه عده‌ای مثلا خرافکارا هوس کنن که وارد اون خونه بشن و فضای اون خونه استفاده بکنند. تو رابطه جدی با دوامی مثل ازدواج، حتی موقعی که اتفاق میفته، با دیدن اولین نشانهایی که ممکنه زنگ خطر برای شما باشه، حتما باید اقدام بکنید برای شناساییش و تعمیرش در گفتگو، با توجه و اصلاحش بکنید. یعنی اگه فکر کردید که خیلی خوب حالا یه کیس مناسبی پیدا کردم، با هم دیگه ازدواجم کردیم، حالا دیگه تا تش به گو بخند و فلان ایناست، همچون چیزی وجود نداره.